یه ویدیویی درست کردم در خصوص تیم ملی آرایشگرا و یک سری انتقادهایی کرده بودم بدون اینکه به شخصی توهین بشه و مبحثی باشه. این ویدیو یک سری سرصداهای خودشو داشت، یه سری اون منظور منو متوجه شدن، یه سری متوجه نشدن، کامنت‌های به خصوصی داشتش. آخر سر ما تصمیم گرفتیم که با یکی از اعضای که توی این تیم حضور داشتن صحبتی داشته باشیم و در خصوص همه چیز یک شفاف سازی کامل داشته باشیم. امروز در خدمت خانم مریم جعفری هستیم. خیلی ممنونم، خوشبختم از آشنایی شما ممنون. و ممنونم از اینکه دعوت کردید من رو تو این برنامه و اجازه دادید که یه سری مسائل رو شفاف بکنیم. باعث افتخاره. خواهش می‌کنم. امروز قراره که با خانم جعفری صحبت کنیم. خانم جعفری مسئول اجرایی یکی از تیم‌های اعزامی هستن و خب کامل اونجا بودن، 0 تا 100ش رو دیدن از لحظه‌ای که داخل ایران بودن، تیم بسته بشه، برن، اتفاقاتی که اونجا افتاده، مدالایی که آوردن و تا برگشت و همه چیز. سر همین ما خود من الان خیلی ذوق اینو دارم که بشنوم ببینم که چه خبر بوده. خیلی خوشحالم که در واقع این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید که بتونیم در جواب اون ویدیویی که شما محبت کرده بودی و به هر حال برای ما درست کرده بودی و لذت بردیم ازش. خانم جعفری خیلی فکر کردن من مثلا دارم فحاشی میکنم یا یه سری به من گفته بودن تو بخیلی. من شما رو چند سال میشناسم و اصلا منظور من خداییش من ببخشید میگم کلمتون، من اصلا نمیخواستم به شخصی حرف من بر بخوره یا مقصودا به یک شخص دو شخص باشه یا بخوام مدال هایی که بچه‌ها آوردن ببرم زیر سوال. این موضوع نیستش. من هم در واقع وقتی که با هم صحبت کردیم خدمتتون گفتم که یک سری اشتباهات در واقع لغوی و در واقع ساختاری توی اون متنی که شما در واقع تو اون ویدیو منتشر کردی وجود داشت که اون رو دوست داشتم در واقع هم شفاف بکنیم برای بیننده‌ها. همین که اگر سوال دیگه‌ای هست شما خب حالا تو این مدت مطمئنا کامنت ها و دایرکت های زیادی گرفتید در واقع به سوالات پاسخ بدیم و یه سری به قول معروف اشتباهات لغوی حالا ما میگیم بهش در واقع اون اتفاقایی که افتاده اونها رو اصلاح بکنیم. من در خدمتتون هستم. بفرمایید. خیلی خوشحالم که در وهله اول بریم سراغ اصلاحیات. خواهش می‌کنم. این که منظور شما از اشتباهات یعنی مثلا چه بخشایی بودش؟ خب چون بالاخره شما خودتون اونجا بودین 100%. آره نه چیزی که شما دیدین با چیزی که من شنیدم شما رو که دیدم در واقع یه سری کلمات رو در واقع شنیدم اونجا که حالا خب ما توی اصلا چارت پی دی افی اون سازمانی که در واقع مسابقات جی کی بودش نداشتیم. مثل کلمه جونیور بود که گفته بودید که خب این کلمه جونیور مربوط به نوجوانان و جوانان میشه که اصلا لغتش مربوط به مسابقات در واقع OMC هستش که در پاریس برگزار میشه. یعنی اون جونیور مستری که گفتم اصلا مربوط به در واقع رده نوجوانان هست و برای مسابقات OMC هستش که چون تو رده‌های مختلف داره برگزار میشه. این به این صورت هست. یکی دیگه از مواردی که گفته بودید مبلغی بودش که در واقع عنوان کرده بودید که حالا ما پی دی افش رو خدمت شما دادیم، دیدید مبلغ‌ها به چه صورت هستش و کاملا شفاف بود این قضیه که هر ورودی مسابقات 20000 روبل بود و شرکت در هر نامینیشن هم 5000 روبل از بچه‌ها دریافت میشد که همونجا بچه‌ها به ما میدادن و ما هماهنگی‌هاشو می‌کردیم و همونجا به میز در واقع حسابداری فستیوال میدادیم. یعنی این 20000 روبل برای ورودی مسابقات بوده، 5000 روبل هم برای هر نامینیشنی که می‌خواستن شرکت بکنن. بله این به جز اینا یعنی هزینه دیگه‌ای نداشته اصلا. چرا؟ ببین تو هر سفری که شما میری، یه استانبول معمولی هم میری، یه کسی ممکنه در واقع با 20 میلیون بره، یکی ممکنه با 200 میلیون بره. خب بسته به در واقع شرایط سفر هزینه‌های هر سفری هم فرق می‌کنه نسبت به افراد. خب ما به جز هزینه شخصی شاید یکی می‌خواد بره 10 میلیارد لباس بخره. خب همینو دارم میگم. چیزی که در خصوص مسابقات بوده. در خصوص مسابقات در واقع ما یک هزینه تور داشتیم که هواپیما هستش، ما 4 تا پرواز داشتیم. در واقع تقریبا 9 شب یا 10 شب هتل داشتیم توی شهر سوشی و اون دهکده مسابقات که یک دهکده خیلی لاکچری فوق‌العاده خارج از شهر بود و حالا مخصوص اسکی و کارهای لاکچری و این داستانا هر سه تا تیمی که رفته بودین یه جا بودین؟ بله هر سه تا تیم یه جا بودیم. حجابتون هم من میتونم چون که مرسی. برای ما بتونیم برنامه‌های بیشتری بسازیم. چون که خواهش می‌کنم نه بگو اشکال نداره هر وقت لازم بود. چون که خود سازمان مسابقات در واقع یک سری هتل‌ها رو رزرو می‌کنه بسته به تعداد افرادی که می‌خوان شرکت کنن. ببین آقای نظری توی این مسابقات از 35 تا کشور دنیا 47 تا تیم اومده بودن به اون شهر سوشی و اون دهکده مسابقات، دهکده المپیک مسابقات و نزدیک 3000 نفر طبق آماری که خود سایت جورج کات معرفی در واقع منتشر کرده 3000 نفر
از طریق در واقع منیجرهای رسمی درخواست شرکت در این مسابقه رو داشتن و وارد اون دهکده مسابقات شدن و در واقع آیدی کارت براشون صادر شده. بله. پس سرنوشت ارگانیز کردن اینها محل اقامتشون مستلزم این هستش که حتما سازمان برگزاری مسابقات بیاد هتل‌هایی رو مشخص کنه، از قبل رزرو کنه و بگه که آقا من 3000 تا اتاق و ظرفیت در واقع هتل رو نیاز دارم و این رزرو رو انجام میده و ما نسبت به اون ظرفیت‌هایی که برامون مشخص کرده حالا در واقع انتخاب می‌کنیم هتلمون رو. که تیم ایران کلا توی یک هتل بودن، یعنی هر سه تا تیمی که از ایران رفته بودیم ما توی هتل بودیم. بعد من میتونم هزینه‌شو بدونم؟ هزینه اون تور چقدر شد؟ هزینه‌های توری که ما رسما هم منتشر کردیم در واقع توی پیج اینستاگرام گذاشتیم، توی دایرکت ها به بچه‌ها گفتیم، حتی توی کانال تلگرام اصلی که ما راجع به اطلاعات مسابقات داریم گذاشتیم. هزینه تورمون $1860 برای در واقع شهر سوشی بود و بعدش هم حالا یه $200 اضافه شد چون قرار شد ما 2 روز زودتر بریم به خاطر بچه‌های رنگ که می‌خواستن مدل ها رو قبل از مسابقات آماده سازی بکنن. چون برنامه اینجوری بودش که ما فکر می‌کردیم که باید بچه‌ها برن اونجا و مدل‌های رنگ رو بزنن همونجا تو سالن مسابقات و در واقع آمادهشون بکنن، ولی خب خدا رو شکر این اتفاق افتادش که در واقع کمیته برگزاری مسابقات تصمیم گرفت تقریبا 2 هفته قبل از شروع مسابقات و گفتش که میتونن 1 روز قبل این کار رو انجام بدن بچه‌ها توی حالا سالن‌های زیبایی یا آکادمی‌ها یا هتل یا اون سالن‌هایی که مثلا رنگ مو فقط بله فقط رنگ مو که حالا این رو از قبل انجام بدن، چون پروسه دکولوره میدونید ممکنه مثلا 10 ساعت 12 ساعت طول بکشه. مثلا 200 نفر اونجا نشستن 200 دکولوره همه خفه میشن. آره اصلا نمیشد. بعد یه سوال، خب این باعث تقلب نمیشه؟ ممکنه یکی بره بده یکی دیگه کارش انجام. ببینید چون که اعضای تیمی که اونجا بودن صرفا اعضای تیم ملی رنگ بودن، خب یعنی ما همراه و دستیار با خودمون نبرده بودیم، مثلا اجازه نداشتیم این کار بکنیم. هیچ تیم دستیار و همراه خودش نبرد. خب از لحاظ تخصصی دارم میگم رو ما 10 تا در واقع 9 تا یا 10 تا از بچه‌های تیم ملی رنگمون که بودن فقط همین‌ها بودن که توی تیم ما رنگ بلد بودن و همشون هم مسابقه داشتن. خب علاوه بر این که هیچکی نمیتونست بهش کمک کنه خب کار خودشون هم ممکن بود نرسن انجام بدن، یعنی با سرعت تمام فقط داشتن کاملا هر کی دست تنها اصلا آره دست تنها چون اصلا فردی نداشتیم اونجا، فقط به قول معروف افرادی که خارج از اون نفری هم می‌خواست بیاد به همون اندازه هزینه باید می‌کرد. بله چون اونجا افرادی که اضافه تر در واقع توی اون تیم ها بودن فقط منیجر در واقع بودش و مترجم و بچهای تولید محتوا که خب اونها هم مطمئنا هیچ کمکی نمیتونن به کسی که داره کار تخصصی رنگ در حد عالی و مسابقات انجام میده. آره تو میتونی من رنگمو بلدم. نه اصلا نمیشه. یعنی من حتی یه صحنه اومدم به بچه‌ها کمک کنم فویل ببرم براشون، چون ما یه چیز جالب بهت بگم، خانم یکی از بچه‌های تیم خانم زیایی که مدال آوردن 470 تا فویل روی سر مدلشون زدن و من یه لحظه احساس کردم که خب یه 2 تا فویل مثلا برای بچه‌ها ببرم، شاید مثلا در حد فویل بریدن بشم. باورت نمیشه 4 تا دونه بریدم، انقدر کار بود اونجا که اصلا تموم شد، رها شد. گفتم خودتون همه کاراتون میتونید. بیشتر حس می‌کردی جلوی دست و پاشون. آره اصلا چون اونا با سرعت خودشون ببین بچه‌ها اینقدر حرفه‌ای هستن، اینقدر تمرین داشتن قبل از داستان و همه استادای رنگن، کسی که میتونه یک سر رو با 470 تا فویل ارتاج کنه و تنهایی این کارو انجام بده مطمئنا از لحاظ حرفه‌ای و تخصصی توی مرتبه هستش. و اون مدل‌ها هم هزینه داشت؟ همه این مدل‌ها هزینه دارن. چقدر؟ اصلا بعد تازه اونا هزینه جالبی که حالا بهت بگم، یه چیز جالبی که بگم، یه جورایی پول موهاشون رو باید میگرفتن. خب چرا؟ برای اینکه اصلا معلوم نبود کی قراره رو سرشون کار انجام بده. بکن یک خانم روس خب موهاش رو به قول یکی از بچه‌های ما گفتش که اینها موهاشون رو باید در نظر بگیرن که از دست دادن کلا. آره دیگه ریسک داره، چون ممکنه که ببین ما حالا تنها ما نبودیم که، فکر کن 35 تا کشور آدمای مختلف، معلوم نیست کی داره چه پودری استفاده میکنه. پودر انتخابی بود، هر کسی هر چی دوست داشت. مهارت‌ها هم خب ما مشخص کرده بودیم افراد با مهارت و درجه 1 اومده بودن تو تیم ایران، چون ما تیم رنگمون خیلی قوی بود، کلا رنگ مملکت ما خیلی بالا هست از لحاظ تخصصی. ولی خب فکر کن اون مدل روسی که اومده بود اینجا، یکی موهاش بلند بود، یکی موهاش کوتاه بود، یکی کراتین داشت، یکی پروتئین داشت، یکی دکولوره داشتش، یکی موخوره داشتش، مثل تمام به قول معروف سالن‌های زیبایی که آدما میرن آرایشگاه‌ها. دیدی عکسای قبلی که تو پیجای آرایشگرا میذارن، همش اونها هم همین بودن دیگه. میومدن به یکی مدل نارنجی که از بچهای ما مدل بنده خدا موی نارنجی بهش افتاد، یکی دیگه موی بلوند افتاد، یکی نه موی نچرال افتاد بهش. شانسش خوب بود. ولی خب اونجا هزینه‌هاش چقدر بود؟ هزینه‌های مدل‌ها بستگی به نوع مدل بود. خب یه چیز مثلا اوریج، مثلا اوریج در نظر بگیری از 5000 تا حداقلش بود 5000 روبل
تا مثلا بعضی از بچه‌ها مثلا تا 20,000 روبل هم 30,000 روبل هم هزینه کرده بودن. ما یه سری شرکت‌های مدلینگ معرفی کرد جورجگات بهمون که چندین شرکت مدلینگ مخصوص روسیه. گفت آقا شما با اینها در تماس باشید، پی دی اف های مدل ها رو براتون میفرستن که من یه نمونهش هم بهت نشون دادم، عکساش و اینها رو، پی دی اف هاش رو. عکس مدل اونجا بود، سرش، پشتش، جلوش، مشخصات مدل، قدش، وزنش، کارهایی که روی موش قبلا انجام داده برای همه لاینا، برای میکاپ هم همینجوری بود. و ما می اومدیم این عکس ها رو در اختیار بچه‌ها قرار میدادیم، از روی اون انتخاب میکردن و بسته به هزینه‌ای که مدل میگیره. آقا یه مدل هستش که میگه من 5000 تا میگیرم، یه مدل نه، مدل حرفه‌ای هستش، کتواک میره، فشن هستش، اون میگه نه من 50000 تا میگیرم. خب بچه‌ها هر کس به جیب خودش، اندازه خودش. ما توی میکاپ مثلا این قضیه رو خیلی داریم. یه سری از مدل‌های میکاپ خیلی گرون میگیرن، یه سری‌ها نه، مثلا من برم مدل میکاپ بشم ارزون میگیرم. پس 20,000 روبل هزینه ورودی شد، 5,000 تا نامینیشن شد، 1860 تا 2100 در نظر بگیر دیگه. میگم یه خورده چون پروازم هر دیدی دیگه چه جوریه، مثلا تو پروازو مثلا هر تایمی رزرو کنی یه خورده این عدده ممکنه تولرانس تغییر داشته باشه. مثلا اونی که مثلا 3 هفته قبل پروازش رزرو شده با اونی که مثلا یه هفته قبل رزرو شده یه چیزی داره. شما بین 1800 تا 2100 در نظر بگیرید. و از اون ورم هزینه مدل هم داشتین، هزینه مترجم اونها روی تور هست. اون تور روی همون محاسبه شده بود، همون 2000 تایی. آره اون همه چی روی اون تور 2000 تایی حساب شده بود. همین هزینه و دیگه خب لباس مدل ها هستش، خب که هر کسی باید برای خودش لباس می آورد برای مدلش اونجا. خب بچه‌های میکاپ خیلی چالش لباس رو داشتن. خیلی از مزون‌های درجه 1 تهران محبت کردن، با ما همکاری کردن و لباس‌هاشون رو در اختیار بچه‌ها گذاشتن. نه به صورت اسپانسری ما نداشتیم، هزینه دادن بچه‌ها. آره هزینه دادن، چون ببین یه تایم طولانی اینها باید لباس‌های میکاپ در اختیارشون قرار می‌گرفت. ما نزدیک مثلا 3-4 روز قبل از رفتن بچه‌ها، خب چون بچه‌ها شهرهای مختلفن دیگه، تا برسه به دستشون بذارن تو چمدون بیارن. 3-4 روزم بعد از برگشت بچه‌ها ما 10 روز تقریبا اونجا بودیم. حساب کن حداقل 15 روز یک لباس فاخر در واقع مجلسی فوق‌العاده اگزاجره و کریتیو جذاب رو در واقع اینها باید اجاره می‌کردن. درسته. خب این هزینه داره، مطمئنا تخفیف‌های خیلی خوبی به ما دادن، ولی خب هزینه‌اش رو هم بچه‌ها پرداخت کردن. نمیشه، هر کسی بیزینس خودش رو داره، نمیتونی انتظار داشته باشی یه دفعه 10 تا لباس درجه 1 و فاخر یه مزون ما 2 هفته برداریم مجانی ببریم به قول معروف بخوایم حالا سعی کنیم سالم بیاریم. مباحثی که من اشاره گفته بودم الان گفتیم و واقعا ممنونم ازتون بابت اینکه اطلاعات انقدر راحت و شفاف دارید میگید. من فقط این واسه یه چیزی به مخاطبا بگم، خانم جعفری بنده خدا این اطلاعاتو واسه من تو دایرکت هم شروع کرد فرستادن که پسر اینا رو تو اشتباه گفتی، این بوده. من دیدم خیلی زیاده. بعد بچه‌ها هم من کلا آدم تنبلیم، خب حال ندارم زیاد وایس گوش کنم ویدیو ببینم. ما 71 صفحه پی دی اف داشتیم، همونا رو فرستاد واسم. گفتم من که حال ندارم این همه رو بخونم، وایس یه کاری کنی. خب خانم جعفری که خونده خوش میدونه چیه. گفتم خب خانم جعفری لطف کن شما تشریف بیا اصلا این قضیه رو خودت بگو، چون الان من دوباره حرف بزنم فردا دوباره بهم میگن تو بخیلی. تو سعی کن نباشی، سعی کن بخیل نباشی. اصلا بحث سعی نیست، من واقعا نیستم دیگه، شما خودتون معلومه. نه آقای نظری، من اگر یه سری کامنت ها مشخص بود احساسیه اون لحظه شاید چون اصلا من تو بیو پیجم نوشتم حامی آرایشگر، من پشت آرایشگرم. خب ان شاء الله همینجوری هستش. خب من اقدامات خیلی زیادی رو انجام دادم تا الان، شما توی پیج رو ببینید و چیزی که هستش. خب این قضیه رو گفتم خب و آدمی هم که اشتباه بکنم میپذیرم. خب از این آدما نیستم که بخوام یه طرف رو ببین مسئله‌ای که در واقع خب اینجوری شده قبول کردم. بود حس و حال بدی بودش که به بچه‌ها منتقل شد، یعنی حالشون بد شد و اینا. خب اونها که میدونستن هدفشون چی هست، مسیرشون چی هست، کاملا شفاف. من 71 صفحه پی دی اف رو در واقع ترجمه شده در اختیارشون قرار داده بودم. باز هی میگفتیم 4 تا مدرس در واقع 4 تا از داورهای اصلی فستیوال رو ما 1 هفته آوردیم تهران و به بچه‌های تیم آموزش دادن در واقع قبل از اعزام، که هم آموزش عملی بود، تمام قوانین رو گفتن، کار بچه‌ها زدن توی یه چیز قرنطینه، در واقع یک فضای قرنطینه. خیلی هم راجع به چیز منتشر نشدهشون، خیلی سکرت بود داستان، طرح‌هاشون رو به داورانشون دادن. یک مسیر چند ماهه‌ای بود که بچه‌ها طی کرده بودن، اونجا رفته بودن و استرس ها، رقابتی که کرده بودن اونجا رفتیم. 3000 تا شرکت کننده، شما 35 تا کشور، شما جام جهانی فوتبال با 32 تا کشور داره برگزار میشه. میخوام حجم این داستان رو ببینید چقدره. بعد تازه 32 تا کشور 32 تا تیمه، ولی اونجا به خاطر پهناوری کشورهای مختلف از هر کشور ممکنه که مثلا از یک کشور 3 تا تیم باشه یا 4 تا تیم باشه. خب مثلا روسیه یکی از کشورهایی بود که چند تا تیم داشت، یا ارمنستان یا خود ایران 3 تا تیم داشتش. خب به خاطر پهناوری و گسترده یه دونه تیم میکاپ بود،
نه میکاپ و اینا نه، ما فقط یک تیم ناخن اختصاصی داشتیم که استاد بزرگ ناخن دنیا با افتخار ایرانی هستش و 2 تا تیم دیگه هم بودش که هر 4 تا لاین رو می آوردن، میکاپ، ناخن، شینیون، کوتاهی، رنگ مو، ناخن نبود، ناخن رو فقط تیم اختصاصی ناخن می آورد. میکاپ، کوتاهی، شینیون، رنگ مو، بافت مو و اکستنشن مو. خب که بافت و اکستنشن مو رو امسال اضافه کرده بودن به برنامه‌های فستیوال، به خاطر اینکه خب میدونید روسیه مهد بافت دنیاه. یعنی بزرگترین استادای بافتکار دنیا توی روسیه هستن. آره، برای همین بافت و اکستنشن رو هم اضافه کرده بودن. ان شاءالله که حالا سال‌های آینده ما داریم سعی می‌کنیم که موژه و تتو رو هم بتونیم در واقع خیلی عالی. این چیزا رو یه دونه بریم. بعد یه دونه از اشتباهات کامل من رو شما گفتید. تو اشتباهات خودت میدونی دیگه، بگو دونه دونه. من حالا یه دونه از انتقادها رو واضح اشتباهاتشو بهش گفتم. این که من به عنوان شخصی که با عنوان یک رسانه توی این صنف دارم الان فعالیت میکنم و چیزی که دارم از سوم شخص میبینم، یعنی میگم من خودمو طرف آرایشگرها میبینم و از اون طرف احساسی تعریف نکن. خیلی از خودش تعریف نمیکنه. نه واقعیت دارم میگم. من قرار بود از خودم تعریف کنم. چند بار آخه اینو باید تاکید بکنم که دوباره وسط ویدیو به من نگن مرد ستیز، زن ستیز. چه اسمش خدایا؟ این که آره خب. به نظر من شاید مثلا توی استفاده نمیدونستی در واقع اطلاعات رو کلیر و شفاف نگرفته بودی. اسمی که انتخاب شده بود به عنوان اسم تیم ملی، شاید اگه مثلا یک اسم دیگه‌ای داشت بهتر نبود. شاید این همه شک و شبهه و این همه انتقاد، شاید به نظر من اصلا شروعش از اون اسم تیم ملیه بود. ببینید برای این قضیه ما باید بریم در واقع ریشه یابی بکنیم، لغتنامه دهخدا رو بیاریم، باز کنیم، ببینیم تیم ملی معنی لغویش چیه. خب از نظر من مریم جعفری، خب وقتی که در واقع اعضای اون تیم از سراسر شهرهای ایران، خب فکر کن مثلا نزدیک 5000 تا ما مثلا شاید ورودی داشتیم، خب توی تمام تیمایی که بودیم دارم میگم، از سراسر شهرهای کشورمون در واقع این اعضا اومدن انتخاب شدن طی 7-8 ماه مختلف. ما پارسال که در این مسابقات شرکت کرده بودیم دقیقاً 12 ماه بعدش این مسابقات برگزار شد دیگه. 7-8 ماه مختلف این پروسه انتخاب طول کشیده. خب و این انتخاب انجام شده و این افراد شدن چکیده اون کسایی که به هر حال به ما مراجعه کردن یا ما به اونها مراجعه کردیم یا دعوتشون کردیم یا تو مسابقات فنی حرفه‌ای که در سراسر کشور تو استان‌های مختلف، حالا یه خورده چیز خبریش پایین هستش در واقع ولی در حال برگزاریه. خیلی مسابقات دانشگاهی داره برگزار میشه، مسابقات فنی حرفه‌ای داره برگزار میشه، اتحادیه‌ها برگزار میکنن، شرکت‌های آرایشی و برنامه‌گذار خیلی مسابقات رو دارن برگزار میکنن. ما تمام اینها رو رصد کردیم حقیقتا آقای نظری. چرا؟ چون شما سرتیم‌های ما رو میشناسید. سرتیم‌هایی که در واقع در این برنامه رفته بودن تمام افرادی هستن که به شهرهای مختلف سفر کردن. همشون یعنی سمینار دارن. اصلا در سال گذشته شما ببینید تمام سرتیم‌های ما که در واقع مسئول تایید و کردیت دادن به اعضای تیم بودن، همشون حداقل 10 یا 15 تا شهر رو سمینار رفتن و برنامه رفتن و حداقل 10-15 تا کلاس و برنامه برای هنرجوها داشتن، کلاس‌های آموزشی. این افراد رو از سرتاسر ایران انتخاب کردن این افراد و وقتی ما این تیم رو در واقع جمع می‌کنیم، از کشور خارج میشیم با پرچم جمهوری اسلامی ایران و زیر نظر قوانین و در واقع پروتکل‌های جامعه آرایشگری بانوان کشورمون وارد کشور روسیه میشیم، دیگه ما ایرانی هستیم. خب اونجا 35 کشور 47 تا تیم داشتن از ملت‌های مختلف. خب وقتی شما وارد اون فضا میشی، اونجا دیگه شما تیم مریم جعفری نیستی یا تیم آقای نظری نیستی. خب تیم ایران هستی، تیم ملی ایران هستی. همونطور که روی بنرهایی که در واقع خود سازمان فستیوال، سازمان در واقع برگزار کننده که مربوط به آکادمی جورج کات هست منتشر کرده، اگر ببینی بنرهای داورهای مختلف که از کشورهای مختلف هستن، پشت هر داور توی بنر پرچم کشورش خورده و پایینش نوشته شده اینترنشنال، در واقع نشنال تیم ایران. یعنی اون کلمه تیم ملی ایران رو توی همون بنر در واقع خودش اومده عنوان کرده و توی قراردادهایی که در واقع با سرپرستا هم میبنده به همین صورت میگه آقا شما میتونید تیم کشورتون رو بیارید اینجا. خب حالا این که در واقع این اسم در واقع از کجا اومده و به چه صورتی در واقع این اسم گذاری شده، من فکر میکنم که این توضیحات کامل باشه وقتی ما از نمایندگی از ایران داریم میریم. چه اشخاصی میتونن به عنوان نماینده باشن و تیم ببرن مسابقات جور؟ ببینید من چون نماینده این فستیوال نیستم خب و پروسه دقیق این داستان رو خب مطمئنا چون نگذروندم و نمیدونم، این رو الان نمیتونم خیلی خوب به شما جواب بدم. چرا؟ چون من اگر در واقع نماینده جورج کات بودم جلوی شما کاملا دقیق و مرتب به شما میگفتم آقا این چه پروسه‌ای داره، ولی میدونم که پروسه فوق العاده سختیه.
خب یعنی اینجوری نیست هر کسی بخواد پاشه یه تیم برداره بره تو مسابقات شما باید مراحل رو طی کنید. آکادمی جورج کات یک آکادمی در واقع فوق‌العاده سلسله مراتب و سیستم سازی شده است، به قول در واقع ما که حالا میگیم سلسله مراتب فوق‌العاده دقیقی داره. حتی داورهایی که در واقع انتخاب میشن برای مسابقات ورود به سیستمشون تا اون شال سفید رو بگیرن و بخوان در واقع به عنوان داور رد بالا باشن که اونجا بخوان مدال رو بندازن گردن به قول معروف اون. شما اینا رو هی صحبت می‌کنید، من هی کامنت میاد تو ذهنم. حالا یادم افتاد که چیزه مثلا گفته بودن داورا همه روس بودن. نه داورا روس نبودن. ما توی وبسایت جورج کات من خدمت شما نشون دادم. اجازه است مثلا اون اطلاعات رو روی ویدیو بذارم؟ آره حتما بذار، من برات میفرستم. داورها از کشور فکر می‌کنم اسپانیا، آمریکا، برزیل، آفریقای جنوبی، روسیه، ارمنستان، ایران، ما 3 تا در واقع داور داشتیم. از خدمتتون عرض کنم که کانادا، آلمان، ارمنستان، قزاقستان، از همه حتی قاره‌ها بوده، از آمریکا تا اروپا و آسیا. من حضور ذهن حالا ندارم این قضیه رو، تو میتونی مثلا اسما رو در واقع بذاری و حالا رفرنسش هم که خب وبسایت خود یه چیز جالب بهت بگم، من خیلی برام عجیب بود که شما چرا وبسایت رو چک نکردید. یعنی یک فستیوالی برگزار شده، خیلی راحت وبسایت رو میزدید، ترجمه انگلیسی به فارسی گوگل ترنسلیت و همونجا PDF رو دانلود میکردی. هزینه‌ها صفحه دوم نوشته شده، تاریخ‌ها صفحه اول نوشته شده. نامینیشن که نمیدونم یکی از بچه‌ها گفته بود نامینیشن چیه؟ آقا اسم خارجیه، مثل تلفن که ما میگیم درازآویزی، مثل کراوات که میگیم درازآویز تزیینی. اونا هم به در واقع تکنیک هایی که در واقع توی هر لاین هزینه حدودی که به دلار بگم تمامش کنم رفت نامینیشن در واقع ببین ما یه سری لاین های آرایشی داریم خب که مثلا رنگ مو هستش یا مثلا میکاپ هستش. نامینیشن تکنیک های این لاین هستش. مثلا شما توی میکاپ هالیوودی دارید، اسموکی دارید، میکاپ عروس دارید، میکاپ شب دارید، یا مثلا توی رنگ مو آمبر دارید، بالیاژ دارید، ایرتاچ داری که خب ایرتاچ مثلا جزو چیزا بود، یا توتال بلوند داری. اینها نامینیشن ها هستش که هر کسی توی این مسابقات توی لاین مثلا میگه که من میخوام توی مثلا ایرتاچ شرکت کنم، میتونست توی هر چیزی شرکت کنه. اون میشه نامینیشن ایرتاچ، 5000 روبل بده. توی تکنیک‌های آرایشگری اون کسی که مبدع و مبتکر و مخترع اون تکنیک بوده همیشه یه جایگاه ویژه‌ای داشته و آرایشگرهای اون لاین اون آدمو میشناسن. خب مثلا توی رنگ مو یه اتفاق فوق‌العاده هیجان انگیزی که برای بچه‌های رنگ اونجا افتاده بود توی این فستیوال، استاد ولادیمیر سارباچوف در واقع روسی که مبتکر و مبدع تکنیک ایرتاچ هست، تکنیکی که با سشوار میگیرن در واقع خورده موها میریزه و سفید میشه مو و اون رو حالا به قول معروف دکولور میکنن. ایشون اونجا به عنوان داور و قاضی اصلی اون نامینیشن بود. تمام بچه‌ها رو تک به تک، ما سالن مسابقاتی که بودش اونجا 299 تا آینه داشت. اون سالن بزرگی که می‌بینید همزمان یعنی 300 نفر داشتن اونجا مسابقه میدادن. تک به تک اینها رو استاد سارباچوف با در واقع برنامه حالا به قول معروف تخت شاسی داوری که در واقع جدول امتیازاتی که دستشون بودن می اومدن بالا سرشون، تک به تک موها رو باز می‌کردن، می‌دیدن، توی نور می‌گرفتن، اینجوری موها رو می‌دیدن. دنبال یک لکه و یک نقطه بود استاد سارباچوف که ببینه و از ارتاچ اینها یا حالا از اون رنگ‌های اینها بله چون می‌خواست مدال طلا رو خودش بده، می‌دونید، یا می‌خواست مدال رو با امضای خودش بده و این خیلی براش مهم بود که در واقع اون رنگکار تمام آیتم‌های اون تکنیک رو اجرا کرده باشه. خب چه کسی بهتر از استاد سارباچوف برای قضاوت کردن تکنیک ایرتاچ. آقایون چرا تو تیم نبودن؟ تو تیم ایران ها؟ ببین همونطور یه سوال بعد کلی بپرسم، یعنی قبل اصلا بخواد دعوتنامه‌ای برای آقایون ارسال شده نشده؟ آیا اصلا زیر نظر گرفته شدن نشدن؟ چون ما آقایون خوب هم داریم تو ایران. بله ما در واقع از دوستان عزیز من هستن برادرایی که در واقع توی لاین آرایشی مردانه دارن کار میکنن توی کشورمون. هم رنگ موی ما خیلی قوی داریم توی در واقع آقایون و هم کوتاهی‌های خیلی قوی داریم و حالا بقیه لاین‌هایی که آقایون دارن میبینید. بله من به شخص از خیلی از آقایون دعوت کردم، همونطور که میدونید خب ارتباط خوب و در واقع تنگاتنگی هم با کل صنعت ما داریم. خیلی از آقایون رو دعوت کردیم ولی خب متاسفانه خیلی توی جامعه آرایشگری آقایون شرکت در سمینارهای خارجی و شرکت در واقع فستیوال‌ها و مسابقات خارجی خیلی جا نیفتاده. خودتون هم خیلی نمی‌بینید. حالا مثلا توی کلاس‌های و سمینارهایی که توی ایران هم برگزار میشه از لحاظ صنعت زیبایی می‌بینید توی یک سالونی که 300 نفر هستن شاید مثلا 20 نفر 30 نفر آرایشگر مرد اونجا باشن. حقیقتاً این خلأ احساس می‌شد. چرا آقای نظری؟ ما تو کشورهای دیگه می‌دیدیم خیلی از کشورهای دنیا
آقایون مهارت‌های خودشون رو به رخ می‌کشیدن توی صنعت زیبایی. الان همین استاد سارباشوفی که خدمتتون گفتم مبتکر در واقع تکنیک ارتاج هستش، خودشون مرد هستن. آره. یا استاد جورج کاتما شینیونکار، بزرگترین شینیونکار دنیا، مرد هستن. خب یا میکاپ بچه‌ها میدونن چقدر دنیز اصلا یک چیز فوق‌العاده هستش. یا یک استاد آمریکایی که در واقع ما داریم امسال اومده بود برای داوری مسابقات میکاپ، خودشون مرد هستن. ولی خب توی آقایون ایرانی در واقع زیبایی ایرانی زیاد خیلی حقیقتش رو بخواید نه توی سمینارها شرکت میکنن، نه توی کلاس‌های کوچا شرکت میکنن، نه توی فستیوال‌ها شرکت میکنن، نه توی نمایشگاه‌ها. خیلی مثلا امسال بچه‌های آقایون ایرانی مقام آوردن تو مثلا وان شات چمپیونشیپ. بله، وان شات اواردز که یکی از معتبرترین و درجه یک‌ترین مسابقات و فستیوال‌هایی هستش که تو کشور 5 هم رفتن. نه اصلا ما قهرمان داشتیم. در واقع یکی از عزیزانی که فوق‌العاده حرفه‌ای هستن قهرمان شدن که نمایشگاه دبی در واقع استیج شرکت نمایشگاه رو دارن و حالا برندهای فوق‌العاده درجه یکی با بچه‌ها کار می‌کنن. بله، چند تا از آقایون فوق‌العاده حرفه‌ای هم داشتیم، ولی همراهیشون برای این فستیوال و این تیم‌ها من حقیقتاً دوست دارم اینجا ازشون واقعا دعوت کنم. ما با یک سری از بچه‌هایی که در واقع برگزار کننده مسابقات آرایشگری مردانه هم بودن حتی در ایران، با خیلی از رؤساشون در واقع ارتباط گرفتیم. تو گروه‌های ما عضو هستن. یعنی همین آقایونی که می‌فرمایید الان توی مسابقات وان شات اوارد جایزه آوردن و قهرمان شدن، هنوز همچنان تو گروه تلگرام لاین کوتاهی و رنگ ما هستش اسمشون، اگر من به شما نشون بدم، که من عضوشون هم حتی کردم چون حالا شمارهشون رو داشتن و محبت داشتن به من. ولی خب تو استراتژی در واقع برندشون و استراتژی تبلیغاتی و حالا یا اون چیزی که برای بیزینسشون چیده بودن، همراهی در واقع این داستان رو با ما توی این تیم همراهی نداشتن. ولی خب امیدوارم که شما باعث بشی که در واقع سال آینده ما همزمان که در واقع تیمی داریم که متشکل از خانم ها هست، آقایون هم در این تیم باشن. البته ما توی تیممون سرپرست رنگمون آقا بود که یکی از آقایون درجه یک و فوق‌العاده در واقع لاین رنگ مو هست که ازشون ممنونیم که در واقع همراهی کردن. امیدوارم که بقیه رو هم در واقع بیارن اینجا ان شاءالله. من دیگه کجا اشتباه کرده بودم؟ یه اشتباهات لغوی بود فکر می‌کنم. همینا بود. چیز دیگه یادم نمیادش در واقع. خب موافق هستید من یه سری کامنت ها کلا اطلاعاتی که اومده بود صحبت شده بود اون سوال دوست دارم یه خورده راجع به مسابقات هم صحبت کنیم. من اصلا یه چیزی که هستش مثلا دوست دارم این قضیه به قدری شفاف بشه. اون OMC و چیز هم بود. OMC و CMC رو با هم صحبت بکنیم حتما. و اینکه اصلا خود مدرک جورج واقعا توی چه مرتبه‌ای قرار میگیره؟ مثلا فرض کنید من رفتم، ما کلمه مدرک جورج رو به کار نمیبریم. اون لایسنسی که داده میشه مدرک شینیون جورج، استاد شینیون کار. اون لایسنسی که توی مسابقات به دست میگیری. آره مثلا من الان رفتم سوم شدم، دوم یا اول شدم. 100%. ببین این که شما در واقع بتونی به عنوان یک آرایشگر رسمی و جدی خب در لاین مثلا حالا کوتاهی در نظر بگیر یا لاین شینیون در نظر بگیر، در یک فستیوال جهانی که مورد تایید 35 تا کشور دنیا هست. ببینید تمام کشورهای دنیا فدراسیون‌های آرایشگری دارند. خب وزیر نظر اون فدراسیون‌های آرایشگری هستش که این تیم‌ها اعزام میشن به مسابقات جهانی. ایران نداره نه؟ خب من نشنیدم چنین چیزی ما داشته باشیم، حالا شاید هم داشته باشیم. نمیدونم. به خاطر همین مثلا فکر کنم هزینه‌ها شخصی پرداخت شده دیگه. چون اگه فدراسیون داشته باشیم باید فدراسیون پرداخت کنه. فدراسیون که حالا معمولاً ما تو تیم‌های ورزشی هم می‌بینیم همه مشکل این قضیه رو دارن. تیم ملی به قول معروف ورزش‌های مختلف ما حالا نخواهیم اسم ببریم، خیلی از این قضیه در واقع مشکل دارن که میگن تو مسابقات مختلف ما بخوایم بریم فدراسیون فقط هزینه یک مسابقه رو به ما میده، المپیک رو فقط پرداخت میکنه. مسابقات دیگه‌ای که میخوایم مثلا تو دنیا شرکت کنیم، مثلا اگه جهانی هستش یا مثلا اگر آسیایی هستش، بعضی از فدراسیون‌ها میدن، بعضی از فدراسیون‌ها نمیدن هزینه‌ها رو. مگه اینکه اسپانسر بگیرن. اینو بیشتر معمولا ورزشکارهای تیم‌های ورزشی ما هم اگه در نظر بگیری با اسپانسری و با هزینه‌های شخصی میدن، مگر اینکه ورزش‌های اصلی کشور باشه. حالا اون جایی نیستش ما بخوایم وارد داستان اونها بشیم. مثلا من فقط یه چیزی میونه تو پرانتز بگم در خصوص چیز این حالا قبل از سوال مونده. آره بگید. من چون آخه ماهی هم یادم میرسه داشتم جواب میدادم. آره چی شد؟ بگو خب داشتین در خصوص این مرتبه این که ببین همین این که شما در واقع به عنوان یک آرایشگر رسمی
در یک مسابقات و فستیوال رسمی که 35 تا کشور دنیا اون رو تایید کردن و 47 تا تیم اعزام کردن به این شرکت بکنی به عنوان فقط شرکت کننده. خب همونجا شما به عنوان یک آرایشگر نامبر 1 و درجه یک سرتیفیکیت در واقع دریافت می‌کنی از فستیوال، در واقع از آکادمی فستیوال و برگزار کننده مسابقات. خب یعنی شما یک سرتیفیکیت دریافت می‌کنی که شما عضو این فستیوال آرایشگری شدی، یک سری مراحل رو طی کردی و پا گذاشتی به این فستیوال. خیلی تیکه تیکه شد. نه اشکال نداره. نه خب کامل بود. آره خیلی این داستان شد. وارد این فستیوال شدی، یک سرتیفیکیت دریافت می‌کنی. خب همین که جزو تیم ملی مثلا آمریکا هستی. خب و این سرتیفیکیتی که دریافت می‌کنی معتبر هستش برای تمام کشورها و سفارتخونه هایی که خب میخوان شما رو به عنوان حرفه آرایشگری و شغل آرایشگری بشناسن. خب مثل چی؟ مثلا ما میگیم که آقا شما اگه مدرک فنی حرفه‌ای داشته باشید یا مثلا مدرک ICDL داشته باشید توی تمام دنیا شما رو آقا میگن آقا مدرک فنی حرفه‌ای تو ببر ترجمه کن دیگه، یا مدرک ICDL رو مثلا همه جا قبول میکنن، کشورهای مختلف میخوای بری یه سری مدارک طبق پروتکل هایی که فدراسیون های در واقع کشورهای مختلف با هم میبندن، سازمان ها میبندن، مدارک رسمی هستش. پس اینو کشورها قبول میکنن 100% قبول میکنن. اگر مسابقات رسمی و درجه یکی نبود 35 تا کشور 47 تا تیم نمیفرستادن. یه مسابقاتی میشد مثلا همون چیزی که شما مثال زدی توی ویدیو CMC خب که کلا مثلا در حیث المجموع 200 نفر شرکت کننده داشت، مثلا 5 تا 10 تا کشورم اومده بودن. نه CMC از 24 تا کشور بوده. توی مسابقاتی که در واقع بعد از فوت واژا بوده این اتفاق افتاده دیگه. CMC خیلی ضعیف شده. که مسابقاتی هستش که در واقع یک واژا و یه شرکت ترکی این کار رو انجام دادن. من نمیشه هیچ مسابقاتی رو بگیم این ببین خب همون میخوام بگم معیار سنجش مسابقات چی هستش. خب باید این رو مشخص کنیم دیگه. بگیم آقا به کدوم چه جوری میفهمیم این مسابقه معتبره، این مسابقه غیر معتبر نیست. جام جهانی فوتبال و جام کافکا مثال میزنم برات. خب همه گفتن که آقا جام کافکا چی بود شما رفتید معتبر نیستش. هی بنده خدا سرمربی میگه که آقا نه صبر کنید این درست میشه، تیم‌ها دارن اضافه میشن، سال بیفته معتبر میشه، چند سال از روش بگذره. ولی جام جهانی فوتبال چون مثلا 50 سال داره برگزار میشه و 32 تا تیم دارن شرکت میکنن معتبرترینه. یا مثلا جام باشگاه‌های اروپا خب که دیدی که یه سری تیم‌ها اومدن گفتن که ما می‌خوایم یه جام برای خودمون بزنیم. خب ولی با جام باشگاه‌های اروپا چون تعداد شرکت کننده‌ها و ملیت‌هایی که در واقع اون رو به رسمیت میشناختن تعدادش بالاتر بودش معتبرتر محسوب میشه. خب یک سری از مسابقات هم تو دنیای مسابقات تمام دنیا پروتکلش همینه. خب قدمت رو در نظر میگیرن، کشورهایی که حضور پیدا میکنن رو در نظر میگیرن، نامینیشن ها و آیتم های مسابقه و تخصص اون در واقع لاین رو در نظر میگیرن، داورهایی که برای اون مسابقات هست شرکت میکنن رو در نظر میگیرن. یک سری معیارهای کلی وجود داره. تعداد شرکت کنندگان، شما وقتی توی مسابقه در کل 3000 نفر از 47 تا به قول معروف تیم مختلف دارن شرکت میکنن و دارن هر روز مسابقه میدن، هر لحظه تو اون سالن 300 نفر دارن مسابقه میدن. خب با یه مسابقه که هر لحظه داره مثلا 30 نفر مسابقه میده، خب تفاوت داره. 3000 نفره چه معتبرتر. نمیگیم اون غیر قانونی اون 30 نفره خب یا اصلا به درد نمیخوره فلان نیستش. ولی خب وقتی مثلا مسابقات OMC رو میایم میگیم که آقا خب به عنوان معتبرترین و قدیمی ترین مسابقات دنیا که سازمان جهانی آرایشگری داره برگزارش میکنه خب 50 ساله داره برگزار میکنه. خب یعنی شما میگید مثلا اگه بخوایم عیار داره، رتبه بندی بکنیم اول میشه OMC 100% اول OMC هستش، بعد میشه نظر شخصی شما. ببین چون اینجا ما یک سازمانی نداریم که بخواد اینها رو لیست کنه بده، نداریم واقعا. هر کی نظر شخصی خودش شخصی خودش به دیدگاه خودش هستش. از نظر من به خاطر اینکه در واقع 50 ساله که OMC داره برگزار میشه و ساختارش کاملا مشخص هست و در واقع اصلا مبتکر و مبدع این مسابقات آرایشگری هست و زیر نظر سازمان جهانی است. ایشون حالا OMC اولی در واقع هستش روی این داستان و مسابقات در واقع جورج کات و اون مسابقات وانشارد اواردی که در آمریکا برگزار میشه. نمیدونم اگه بچه‌ها در جریانش باشن، یک فستیوال فوق‌العاده بزرگی هستش که خیلی سخته ورود کردن بهش، مخصوصا به صورت حضوری. خب یعنی خب خیلی تحریم ها رو ما داریم که اصلا نمیتونیم بریم سمت. آره و اون ایمیل رو در واقع آنلاین هم که بچه‌ها بخوان شرکت کنن که الهی شکر مقام هم آوردن اینجا باعث افتخار بوده. خب اون هم خیلی پروتکل‌های سختی داره که بخوای توی اون شرکت کنی. و خب حالا الان مسابقات جورج کات هستش، فستیوال GK هستش که امسال با 3000 تا برگزار شد. یک سری مسابقات در واقع فینال آسیایی هستش که تو کشور چین برگزار میشه، مرحله اولش و مرحله دومش تو مالزی برگزار
میشه که کشورهای آسیایی فقط شرکت میکنن، یعنی قاره‌های مختلف هم مسابقات مختلف برای خودشون دارن. حالا فدراسیون‌های کشورهای مختلف هم مسابقات دارن. چقدر خوب. خانم جعفری اصلا این به ذهن اومد که چقدر خوبه ما میتونیم مثلا یه سری محتوا با هم داشته باشیم، توی پیج بذاریم مثلا در خصوص این مسابقات صحبت بشه، چون به نظر من اصلا مردم ما و ببین من الان دارم فقط کشورمون اصلا این آگاهی‌ها رو داشته باشن. یه چیز جذاب بهت بگم، من دارم الان فقط راجع به چی صحبت کردم؟ راجع به کوتاهی رنگ، شینیون، میکاپ، به قول معروف بافت و اکستنشن. ولی من راجع به تتو و میکرو بلدینگ صحبت نکردم، راجع به موژه صحبت نکردم. شما میدونید ما توی موژه یکی از کشورهایی هستیم که در واقع سرپرست و استاد اصلی موژه ایران بزرگترین مسابقات جهانی رو تو ایران برگزار کرد. پارسال بزرگترین مسابقات جهانی رو پارسال تو ایران برگزار کرد. امسال هم ماه گذشته توی برزیل از به قول معروف بزرگترین مسابقات دوباره برای موژه برگزار شد که هم تیم ایران رفت هم سرپرستش رفت و هر ساله دارن این کارو میکنن. یا برای مسابقات فکر می‌کنم ولف هستش اگر اشتباه نکنم توی لاین میکرو و حالا تتو، حالا من اسمش رو خیلی تخصصش رو نمیدونم، بزرگترین مسابقات جهان هست اصلا ولف. خب که چنان ساختار سخت و عجیبی داره این که تمام در واقع پیگمنترها و تتوکارهای دنیا بتونن یک جایی توی این مسابقات داشته باشن. تو همه کشورها تو همه قاره ها برگزار میشه، یک سازمان کاملا منسجم هست که از ایران هم دوباره پاییز امسال در واقع رفته بودن. من پستش رو هم گذاشته بودم، حالا براتون میفرستم حتما استوری کنی که یک سرتیم فوق العاده ای داریم که هر سال چند تا تیم چند سری بچه‌ها رو داره میبره. میگم تمام دنیا نظری معیار سنجش تخصص خب بین آرایشگرا شرکت در مسابقه هستش. توی ایران متاسفانه یا خوشبختانه ما سوشال مدیامون خیلی قویه و معیار سنجش تخصص آرایشگرهای ما شده سوشال مدیا. هر کی پیجش بالاتره. شما الان استاد بزرگ نانارا رو خدمتتون من مثال زدم، یعنی رتبه خارجی که اصلا خیلی پیج اینستاگرامشون ضعیفه. یه چیز مثال بعد بزنم. استاد نانارا رو من مثال زدم. من همین الان بخوام استاد نانارا رو دعوت کنم به ایران بیاده، چون اینو مثلا امتحان کردم و تست کردم روی بچه‌ها، بگم آقا استاد نانارا هستش کلاسش مثلا $1000، بیایید تخصصی 5 نفر بشینید آرایش ببینید. اولین چیزی که به من میگن پیجشو میفرستی؟ بعد حالا پیج خانم رو میفرستم، مثلا یه خانم سن بالاییه نواهاشو میذاره، نمیدونم کارهایی که یه وقتی خوشش اومده زده رو گذاشته، مثلا یک پیج اینستاگرام خیلی قویه. نه میکاپ خیلی مدرن، میکاپ دنیاست. مثالو من دارم میگم، یعنی ولی این شخصی که طرف میکاپش خیلی خوبه ولی خب تو سوشال مدیا نیست، اصلا تو اینستاگرام نیست، اصلا نمیدونه اینستاگرام نداره اصلا تو گوشیش. خب نمیدونم بچه نه ببین شما اگه بری خارج از کشور شما لینکدین حرف اول میزنه، حرف دوم رو وبسایت داره میزنه، یه جایی داشته باشه واسه نشون دادن. خب همین رو میگم. ببین بیزینس چی میگن، حالا رزومه و بیزینسی که حالا ما خودمون هم تو سازمان‌ها کار می‌کردیم، شما خودت هم می‌دونی حتما ما باید لینکدینمون آپدیت باشه. تو خارج لینکدین، فیسبوک اینا فعال باشه. در واقع آپدیت باشه. خب ما اصلا قول معروف اینستاگرام براشون مهم نیست، میگن تیک تاک ما داریم. میدونی یعنی یک اپلیکیشن میبینن اینستاگرام و اینجوری که ما اینستاگرام رو جدی میگیریم واقعا تو دنیا جدی نمیگیرنش. خب و خب متاسفانه چون معیار سنجش آرایشگرا توی ایران یه مقدار خیلی خیلی وابسته شده به سوشال مدیا، شرکت توی این مسابقات جهانی خب و شرکت کردن و در واقع مورد قضاوت قرار گرفتن، رقابت با آرایشگرهای برتر دنیا، این تخصص و در واقع کوالیتی و کیفیت این آرایشگرها رو میتونه مشخص بکنه. این که شما شجاعت این رو داشته باشی، کاری که زدی رو خب در معرض قضاوت قرار بدی. شما مثلا حالا من رنگ وقتی دارم هی مثال میزنم چون همه رنگ رو مثلا استاد سارباچوف رو میشناسن، چون ما منیر رو میشناسیم، سارباچوف رو میشناسیم، خیلی همه میدونن چی است، برای همین رو دارم مثال میزنم. ولی خب تو کوتاهی و توی بقیه لاین ها و شینیون و همه همین هستش. شما معیار سنجش تخصص و کیفیت کار یک آرایشگر رو وقتی که اینستاگرام قرار بدی به این مشکلات میخوره و من باید اینجا بیام توضیح بدم که چرا مثلا این اتفاق افتاده. ولی اگر معیار سنجش یک کشتیگیر رو در نظر بگیری، میگه آقا طلای المپیکت کو، این میشه معیار تشخیص آکادمی‌های برتر آموزشی کشتی یا تکواندو یا هر چیز تو کشور. حرف شما مثلا دبیرستان‌ها میگن المپیادی ما داریم. خب تو میخوای بچه‌تو بزنی دبیرستان میگه که المپیادی داشته باشه، دانشگاه شریفی داشته باشه، دانشگاه خروجی درست، آمریکا به قول معروف MA فلان گرفته باشه یا آکسفورد در واقع پذیرش چیزی که هست. ولی تو آرایشگرای کاملا درسته، باید واقعا یه مقدار این فرهنگ این قضیه رو درست کرد و من میخوام همینجا کدوم دوربین به هم دوربین خودم میگم که این قضیه خب بالاخره از
اساتید ما شروع میشه دیگه. خب من اینجا اصلا کاری با شخص ندارم، من اینجا از همه اساتید میخوام دعوت کنم و خواهش کنم که این قضیه رو از شما شروع بشه. خب بالاخره توی کلاساتون دیده میشه، شما خب پیج بالایی دارید، میتونید بهتر فرهنگ سازی کنید و وبسایتتون رو بزنید، لینکدینتون رو بزنید، یعنی فقط بسنده نکنیم به اینستاگرام. فردا اومدیم مثلا اینستاگرام بسته شد رفت، میخواین چیکار بکنیم؟ خب کجا میخوام نمونه کارا رو نشون بدیم؟ یا اون موقع معیار سنجشه میخواد چی بشه؟ اینجا من خودم میخوام از همه دعوت بکنم که حتما این کارو بکنن. خیلی نکته خوبی رو خانم جعفری گفت، یعنی واقعا اصلا گلو زد با این جمله که این معیار ما شده فقط یه فالوور اینستاگرام. این قضیه رو حتما در نظر داشته باشین و ممنونم ازتون که این موضوع رو گفتید. خیلی همین هستش که در واقع صحبتی که خیلی من شنیدم تو این چند روز انجام میدن همین هستش که یک سری از آرایشگرهایی که با استعداد هستن، تکنیک و تخصص خوبی دارن، یه وقتایی پشت درهای اینستاگرام میمونن. دقیقاً. چون نمیتونن تولید محتوای قوی بکنن، وایرال کنن پستاشون و ویوهای میلیونی بگیرن. یه سری ها هم نه، فوق العاده هستن، درجه یک هستن، همینطور که مثلا ما تو رشته شینیون خیلی دارید میبینید بچه‌ای هستن که فوق العاده با استعداد و استادهای بزرگی هستن، در تمام دنیا در واقع برنامه میذارن، ولی خب اینستاگرام فوق العاده قوی هم دارن. خب دو سمتش هست، ولی راه اصلی تر و درست تر این هستش که شما خروجی آکادمیت کاملا مشخص باشه. شما به من میگی من استاد درجه یک و خوبی هستم، من بهت میگم که برای من بنویس خروجی سالانه آکادمی شما چند تا قهرمان جهان بوده، چند تا فستیوال خارجی شرکت کردن بچه‌های آکادمی آموزشی شما، پس در نتیجه شما استاد فوق‌العاده‌ای هستی. درسته. مثال کشتی رو وقتی زدم کاملا فکر می‌کنم ملموس شد این داستان. ما الان یکی از دوستان عزیزی که توی اصفهان بودش، توی لاین رنگ استادای عزیزمون که شرکت کرده بودن پارسال در یکی از مسابقات، خیلی راحت خروجی یک سال آکادمیش رو 10 تا از هنرجوهاش رو آورده بود. فوق‌العاده ترین کارها رو زده بودن، به عنوان تیم آکادمی ایشون در مسابقات و فستیوال جهانی شرکت کردن. اتفاقا خواستم همین رو بپرسم، این انتخاب افراد به چه صورت هستش؟ افرادی که توی مسابقات شرکت کردن، ببین من تا حدودیش حالا میدونم، یه مقداری هم برای خودم توضیح دادیم به چه صورت هستش. من بیشتر میخوام به سمت این بریم که چی کار میتونیم بکنیم واسه اشخاصی که خب هزینه ورود به این مسابقه رو ندارن اما استعدادشو داره. خب میخوام بدونم نظر شما چیه، مثلا با اسپانسر الان میشه؟ هزینه همون هزینه رو که وقتی گفتی من فقط تو ذهنم اسپانسرهای عزیز و شرکت‌های بزرگ تولیدی آرایشی و بازرگانی در واقع چون اینجوری که گفتید یه چیز حدود $2000 $3000 واسه هر شخص خیلی حالا نیست. حالا من فکر می‌کنم هزینه پکیج‌های تولید محتوای خودتون باید بیشتر از این عددا باشه. نه اگه اونقدر بود خودم الان میومدم اونجا مستقیم باهاتون مصاحبه می‌کردم. دیگه ما دلارمون خیلی رفته بالا. نه خب واسه خیلی ها خیلیه. 100% برای خیلی. چون من خودم به چشم خیلی دیدم اشخاصی که طرف واقعا پتانسیل، طرف واقعا استعداد. خب ببین این میشه مسیر. خب اما مثلا اون شخص میدونه مثلا اگر اون میومد واقعا مدال می آورد، ولی خب اون $3000 نداره. خب یه چیزی بهت بگم، یه داستانی که هست، من این داستان رو به صورت فرآیند یا مسیر میبینم. خب شما نمیتونی الان تصمیم بگیری سال آینده تو مسابقات شرکت کنی خب و بیای سال دیگه شرکت کنی و مدال بگیری. خب ما دختری رو توی تیممون داشتیم خب که 3 سال پیش تصمیم گرفت میکاپ آرتیست بشه. خب و فوق العاده با استعداد بود. چرا؟ چون تو لاین‌های هنری دیگه هم با استعداد بود. تصمیم گرفت میکاپ آرتیست بشه 3 سال پیش. 1 سال کامل تمرین کرد، کلاس‌های استادای خارجی رو رفت، کلاس‌های خصوصی رو رفت و پارسال تو مسابقات شرکت کرد. خب موفق نشد عنوان رسمی به دست بیاره. خب ولی تجربه فوق‌العاده گرانبهایی رو به دست آورد، آشنایی با قوانین، تکنیک‌هایی که استادها مد نظرشون بود و تخصصی که به تخصصش اضافه شد. خودش میگه که الان من بزرگ شدم مثلا تو این داستان. از پارسال تا امسال دوباره باز متوجه شد مسیرش در واقع با توجه به با کوچی که در واقع سرپرست تیم میکاپمون در واقع داشتن، با اون در واقع کوچی که انجام دادن و کلاسایی که شرکت کردن و راهنمایی‌هایی که شدن و تلاش و استعداد فوق‌العاده خودش، امسال توی مسابقات توی 4 تا نامینیشن شرکت کرد، تو 3 تاش تاپ 10 شد. آفرین. خب این آدم الان یک نخبه میکاپی هستش که در واقع ما این رو تونستیم پیداش بکنیم، پرورشش بدیم، مسیر رو درست کامل طی بکنه. توی سال گذشته کلاس‌های آموزشی گذاشت برای هنرجوهاش، سمینار برگزار کرد و خیلی در واقع این مسیر رو داره درست طی میکنه. یا یکی از بچه‌هایی که در واقع توی یکی از لاین‌های دیگه بود، من پیروز دیدم استوری گذاشته بود که امسال مدال طلا گرفته بود، خیلی قشنگ استوری کرده و گفته بود من 2 سال پیش کلاس 0 تا 100 رو شرکت کردم با این آکادمی در واقع چیز و توی این مسیر 2 ساله‌ای که من گذروندم، استاد و سرپرست در واقع لاین من متوجه شد که من
در واقع نخبه این قضیه هستم، من استعداد ویژه‌ای توی این لاین دارم. خب و الان که این مدال طلا رو دارید میبینید یک مسیر 2 ساله هست. کاری که ایشون ارائه داده بود توی اون فستیوال، خود اجرای کارش بالای 6 ماه طول میکشید. یعنی یکی از این در واقع حجم سازی هایی بودش که انجام داده بودن و فوق العاده جذاب بودش. خود اجرای اون 6 ماه فقط طول میکشید. میدونی منظورم چیه؟ و از همه مهمتر یه چیزی رو می‌خواستم بهت بگم. الان اگه اسم سرپرست‌ها و مدیران و اعضای در واقع کادر اجرایی این تیم‌هایی که از طرف ایران رفتن رو چک کنی یه بار، می‌بینی که این افراد، یه جای دیگه هم بهت گفتم، تمامشون در سال گذشته حداقل 10 تا از شهرها و استان‌های کشور رو رفتن و سمینار و برنامه داشتن. حداقل 10-20 تا کلاس در واقع آموزشی خودشون برگزار کردن که از همه جای ایران وارد کلاس‌های اینها شدن. حداقل 4-5 تا از مسابقاتی که سازمان فنی حرفه‌ای اتحادیه‌های محترم کشوری در واقع تو استان‌ها تو شهرها برگزار شده رفتن قضاوت کردن و کاملا با این بچه‌ها و صنف آرایشگری ما در تماس مستقیم هستن این افراد. همونطور که شما الان از من مریم جعفری بپرسی اسم هر کی رو بیاری، من میتونم به تو بگم که آیا این فرد در واقع ظرفیت شرکت در مسابقه رو داره از لحاظ تکنیکی و تخصصی یا نه. حالا یه وقتی هم هستش که از لحاظ مالی نداره این رو. خب و خیلی هم پیش اومد، ما خیلی از بچه‌ها بودن که در واقع جزء تیم بودن در طول سال، ولی الان برای اعزام مسابقات از لحاظ مالی نتونستن در واقع اون کار رو تامین بکنن، به صورت آنلاین شرکت کردن. خب این هم یک باب خیلی جالبی هستش. آنلاین هم داره. بله، شما به صورت ریلز میتونید شرکت کنید. تمام نامینیشن ها رو به صورت آنلاین میتونن شرکت کنن. تو پی دی اف هستش. خب اون چجوری داوره میتونه؟ خب ببین داور اولا که داور اگه داور باشه میتونه. خب نه منظورم که خب بالاخره مرتبه نه راستی آزمایی داره. اینجوری نیست که شما صرفا یه عکس بفرستی و بگی که آقا با افکت و این داستانا. نه راستی آزمایی داره. از مراحل کارت فیلم میفرستی، داری میزنی. خب مثل شما معذرت میخوام مثلا یه آزمون زبان خارجی میخوای بدی، به صورت آنلاین داری میدی. خب و مدرکت رو هم میگیری و مشکلی هم نیست. خیلی از آزمون‌های کشوری ما الان به صورت آنلاین آزمایی داره، یعنی بس 100% راستی آزمایی داره، ولی این امکان وجود داره که بچه‌ها به صورت آنلاین هم شرکت بکنن. چقدر خوب. خب پس که اینطور خانم جعفری خیلی ممنون بابت توضیحات شفاف و کاملتون و اگر به ما اجازه بدین اون پی دی اف ها و این مباحثی که گفتید و ما هم در اختیار کاربران بذاریم، اونایی که میخوان ببینن بخونن و از عکس‌ها توی ادیتامون بتونیم استفاده کنیم که مخاطب خیلی بهتر بتونن لمس بکنن صحبت‌های شما رو. جا داره که من نمیدونم چجوری بگم، خواهش، آرزو، هدف این که خب من دوست دارم جامعه کلا آرایشگری ایران، سیستم بیوتی ایران پیشرفت داشته باشه از هر نظری، از لحاظ مدالایی که تو سرتاسر جهان میتونه بیاره، از لحاظ لول فکریشون، از لحاظ چه میدونم ابزار متریالشون، از همه لحاظ. خب آدم دوست داره که صنفی که داره توش کار میکنه بره بالا و این آرزو رو دارم واسه همه که بتونن توی همه اینجور مسابقات شرکت بکنن و خواهش میکنم از همه، ممنون میشم که شما در تایید حرف من این قضیه رو به مخاطبا داشته باشید که اسپانسرهای عزیز ممنون میشم که اینجور مباحث رو حمایت بکنن، یعنی فقط یک بحث یه طرفه دیده نشه، کاملا دو طرفه دیده بشه و یک بحث وین وین رو ما همیشه داشته باشیم، اسپانسرهای بیشتری بیان، چون جامعه بیوتی ایران یکی از وزنه‌های سنگین اقتصادی کشوره. خب یعنی حجم معاملاتی که از وسایل حتی ابزارهای بیوتی که وارد کشور میشه به قدری رقم بالایی هست که اندازه 2 تا از وزارتخونه هامونه. خب آره اینو من نمیگم، اینو آقای دکتر قریشی از دانشگاه امیرکبیر باشون صحبت داشتم این تحقیق کرده بودم و به من گفت، خود من عجیب بود برام که این سیستمی که اینقدر تازه یه آمار رسمیه، بماند خیلی چیزهای غیر رسمی هم که همیشه ما داریم، اینقدر که این وزن سنگینی داره، ممنون میشم که بهای بیشتری داده بشه، حالا از ارگان‌های دولتی، از ارگان‌های رسمی. 100% آقای نظری. ببینید جامعه آرایشگری در واقع کشور ما که حالا من مطمئنا نماینده هیچ در واقع قشر خاصی هم نیستم، نظرات شخصی خودم رو دارم، حالا تو این برنامه بهتون گفتم، این جامعه فوق‌العاده بزرگی هست و تشکیل شده از خانم‌ها و آقایانی که بسیار هنرمند، زحمتکش و با پشتکار هستند که با تمام در واقع سختی‌هایی که ممکنه توی زندگیشون داشته باشن ولی چراغ این صنعت رو دارن روشن نگه می‌دارن. ما وقتی که تیم‌ها رو در مسابقات جهانی و فستیوال‌های جهانی شرکت می‌دیم و به عینه میریم اونجا و می‌بینیم استعداد و خلاقیت و تبحر آرایشگرهای ایرانی رو، واقعاً به خودمون می‌بالیم
که یک چنین در واقع آرایشگران با استعداد و حرفه‌ای داریم که میتونن پا به پای کشورهای پیشرفته دنیا رقابت کنن، مسابقه بدن یا توی مجامع بین‌المللی شرکت بکنن و ارزاندام بکنن. ما زنان موفقی توی این صنف بسیار داریم، همونطور که مردان موفقی داریم. چند تا از در واقع سرآمدان لاین‌های مختلف آرایشی ما توی دنیا حرف‌های جدی برای گفتن دارن و خب می‌بینید خودتون الان توی برنامه‌ای که حالا امسال بود، سال گذشته بود یا سال‌های قبل بود، ما چندین نفر از بچه‌ها در واقع نفر یک و مدال اول طلا بودن بین تمام این 35 تا کشوری که الان عرض کردم خدمتتون. پس در نتیجه این استعداد و خلاقیت و در واقع تخصص وجود داره داخل کشورمون. الهی شکر خیلی خیلی استقبال خوبی شد این سری از برنامه‌های خارجی و این مسیر واقعی بین‌المللی شدن هست. آقای نظری میخوام این رو توجه کنید بهش. مسیر واقعی بین‌المللی شدن این هستش که شما برید در بین کشورهای مختلف سنجیده بشه تخصصتون، برای کشورهای مختلف شما سمینار برگزار کنید، خب، و مراودات بین‌المللی رو توی صنف و صنعت خودتون ایجاد بکنید. این میشه مسیر واقعی بین‌المللی شدن و درجه یک شدن یک آرایشگر، که حالا در کنار اینها شرکت‌های بزرگ تولیدی و آرایشی و بازرگانی صنعت زیبایی ما که من خب افتخار همکاری با خیلی هاشون داشتم و آشناییت در واقع باهاشون از نزدیک دارم که فوق‌العاده دارن زحمت میکشن که متریال با کیفیت، ابزار و لوازم فوق حرفه‌ای رو در واقع بتونن داخل ایران تولید بکنن و تکنولوژی‌های بروز دنیا رو داخل ایران در واقع داشته باشیم و تولید بکنن و استفاده بکنن آرایشگرای عزیز ما. امیدوارم که واقعا همونجوری که شما گفتید بیشتر اهمیت بدن، بها بدن و بیان جلو و حمایت جدی‌تری از صنف بیوتی ما بکنن تو بحث اسپانسرینگ، تو بحث تامین هزینه‌ها، تو بحث استفاده از متریال. کمان که این تیمی که در واقع ما افتخار همراهیشون رو باهاشون داشتیم توی فستیوالی که ماه گذشته برگزار شد توی روسیه، چند تا از شرکت‌های رنگ درجه یک ما در واقع کلاس‌های رایگان برای بچه‌ها برگزار کردن، متریال در اختیارشون گذاشتن، حالا بسته به اون تعدادی که در نظرشون بود یا اون بودجه‌ای که داشتن. بله همراهی کردن، حمایت کردن مدیرانشون که دوستان عزیز من هستن، واقعا همینجا ازشون متشکر هستم. مرسی ازشون و امیدوارم سال دیگه کمک‌ها رو بزرگتر کنید دیگه. بله. ببینید بیشتر حال بدین. هر چقدر که این چرخ این صنعت بزرگتر بشه، هر چقدر که پر رونق‌تر باشه، در واقع باعث میشه که موفقیت بیشتر باشه، پول بیشتری باشه، اعتبار و آبروی ایران در واقع مثل الان که اینقدر با عزت هستن بچه‌های ما، باز هم همین عزتمندی ادامه داشته باشه و هیچ کسی نتونه اینها رو زیر سوال ببره، به قول معروف تلاش‌هاشون رو. این خیلی مهمه که ما احترام بذاریم به تلاش‌های هر فرد، احترام بذاریم به مسیری که داره میره، احترام بذاریم به تشویق‌هایی که حالا حتی خارج از کشور داره براش انجام میشه. این مسیر و فرآیند رو کاملا بدونیم به صورت شفاف. مرسی که به من اجازه دادی که در واقع بیام و سعی کردم فقط شفاف کنیم این داستان رو. ببین ما الان اصلا دنبال این داستان نبودیم که بخوایم حالا بگیم تیم ما اینجوریه یا آرایشگرا اونجوریان یا ایران اینجوریه، نه، فقط هدف من این بود که واضح و شفاف در واقع تمام حقایق رو بگم. دقیقاً اصلا اجرای این همین صحبت واسم بشه که من حس کردم مثلا چون بعد از اون پست و اون صحبت‌ها دیدم خیل اختلاف نظرهای شدیدی داره میشه که گفتم این دیگه داره واسه سوء تفاهم‌های وحشتناکی میشه. یه وقت شما یه قانون داری خب که اون پروتکل‌های اجرایی فستیوال هستش خب که به صورت PDF میده. نه این فستیوال، همه فستیوال‌ها، من 3-4 مورد از PDF ها رو خدمت شما فرستادم، فستیوال‌های مختلف رو PDFش رو ترجمه کردم و اشراف دارم روشون. پروتکل‌های فستیوال این هستش، قوانین نوشته شده و اعلام شده به تمام کشورها این هست. حالا من مریم و شما آقای نظری ممکنه توی اجرای اینها چند تا برداشت مختلف داشته باشیم، خب استراتژی‌های اجرایی مختلف داشته باشیم، خب مثلا میگن آقا مدل پیدا کردن، مدل گرفتن برای لاین‌های مختلف. من یه مدل اجرا میکنم این قضیه رو، شما یک مدل دیگه اجرا میکنید. مثل تمام تفاوت‌های انسانی که در واقع تو هر حوزه‌ای وجود داره، استراتژی‌های مختلفی که تیم‌ها دارن، خب این مستلزم این هستش که در واقع ما با همدیگه یک دل باشیم و از همدیگه حمایت کنیم. نحوه اجرای من
ایرادی رو به کل برنامه و کل فستیوال و کل اون سازمان جهانی برنمیگردونه. اون قوانین رو منتشر کرده، میگه طبق این قانون شما میاید، طبق این قانون کارتون رو انجام میدید و طبق این قانون میرید، هزینه ها این هستش و حالا مدارک و درجات و در واقع جوایزی هم که به شما تعلق میگیره این هستش. خب حالا نحوه اجرای ما، نحوه برداشت ما، خب یه جایی شما مثلا به من گفتی که آقا برداشتتون ممکنه از این هم باشه. یک کلمه یا یک متنی ممکنه چند تا برداشت مختلف داشته باشه. به هر حال کشورهای مختلف، یه جا فرانسه هست، یه جا آمریکا هست، یه جا روسیه هستش، یه جا چین هستش. ما تو چین اصلا چینی رو شما بخوای ترجمه کنی انگلیسی بعد بیاری ایرانی، اصلا داستان جذابی بود مسابقات چین برای ما خب که این کار رو بخوایم بکنیم. ولی خب این نحوه اجرا و استراتژی تیم ها و افراد و سرپرست‌های مختلف مطمئناً شخصی هستش و مطمئناً در حد توانشون برای حمایت از آرایشگران ایرانی و موفقیت اسم کشور عزیزمون توی مجامع بین‌المللی هست ولا غیر. مرسی، واقعا خیلی ممنون از همه توضیحات کاملتون. من میخوام که این برنامه رو آخرش با شما یه صحبتی بکنید با دوربین خودتون. خواهش میکنم، من در خدمتتون که فرض کنید کل آرایشگرا دارن شما رو میبینن و یک حرف دلی میخواید باشون بزنید. من فقط قبلش یه چیزی بگم. من از همینجور دوباره به همه عزیزانی که توی مسابقات جوشکات شرکت کردن تبریک میگم. چه اشخاصی که دستاورد داشتن، مدال آوردن، چه اشخاصی که مدال نیاوردن، چون بالاخره واسهشون یک تجربه‌ای شد که بتونن ان شاءالله تو سالهای بعد دست پر برگردن. و اون سوء تفاهمی اگر بوده من میخوام برطرف بشه کاملا. همه مسابقات در واقع بله. به نظر من آرایشگرانی که در واقع جسارت و جرأت و در واقع تخصص این رو دارن که در مسابقات و فستیوال‌های بین‌المللی خارج از مرزهای در واقع عزیز کشور عزیزمون شرکت بکنن، همه جوره باید حمایت بشن. آقای نظری، این خیلی مهمه که از افراد برای در واقع رشدشون حمایت بکنیم، برای دستاوردهایی که به دست میارن در واقع کف بزنیم، احترام بذاریم. افرادی که یک سختی‌هایی رو به جو میخرن، ما یکی از بچه‌های سرپرست پاش مو برداشته بود در واقع توی این مسابقات و دستش به قول معروف رباطش پاره شده بود، ولی داشت پا به پای بچه‌ها میدوید با درد. خب این واقعا قابل احترام هستش. بله. ما باید اهمیت به این قضیه بدیم و امیدوارم که آرایشگران و در واقع فعالان بیشتری از صنف بیوتی تصمیم بگیرن که خارج از مرزهای ایران هم همونطور که داخل ایران دارن میدرخشن، درجه 1 هستن و نامبر 1 هستن، در مقابله حالا یا مسابقه با کشورهای مختلف هم بتونن مهارت خودشون رو محک بزنن و در واقع پرچم ایران رو ببرن بالا، سرود کشورمون اونجا پخش بشه. این فوق العاده آقای نظری حس جذاب و قشنگی هست. شما وقتی تو یک سالن 3000 نفری نشستی، تمام کشورها میان و اونجا ایران رو صدا میکنه، یا یک آهنگ ایرانی، همون لباسی که در واقع داشت میومد پایین، یک آهنگ ایرانی در واقع پخش میشه. همه ما افتخار میکنیم به ایرانی بودنمون و افتخار میکنیم به اینکه زن ایرانی هستیم که با تمام پروتکل هایی که مملکتمون داره حاضر شدیم تو این مسابقات. الهی شکر اگر توجه کرده باشید ما تمام حجمه ها بهمون وارد شد، ولی روی زن ایرانی بودنمون و روی بقیه مسائلی که مربوط به در واقع معیارها و هنجارهای جامعهمون هستش و جمهوری اسلامی هستش هیچ مشکلی و هیچ ایرادی به ما وارد نشد اگر توجه کنید به این موضوع. چون ما خیلی برامون مهمه که فقط تخصصمون رو به رخ بکشیم در مقابل کشورهای تو حاشیه نره. خیلی مسئله مهمی هست. میخوام که صحبت آخر رو شما نگاه به گفتم صحبت نه نگاه با خود آرایشگراست. اگه یه صحبت دلی حس کنی که الان همه آرایشگرا دارن میبیننت، یه حرف دلی، اصلا چه لازم حتما در خصوص این صحبت الانمون هم باشه، هر چی میتونه باشه، یه حرفی که تو دلت همیشه از دوست داری همه آرایشگرا بدونن، یه حرف کاملا دلی اگه داری با این دوربین. من دوست داشتم به آرایشگرای عزیزمون بگم که همونطور که من مریم جعفری رو خیلیاتون ممکنه بشناسید و میدونید که سالهاست در تلاش هستم که شما تلاش‌ها، زحمات و تخصصتون به اندازه‌ای که در واقع لایقش هستید دیده بشه. ازتون خواهش میکنم که ناامید نشید، تلاشتون رو بیشتر بکنید، با پشت کار بیشتر و اطلاعات بیشتر از اتفاقاتی که در بازارتون میفته. اون مسئله بازار سنجی هستش، اشراف به بازار خودتون داشته باشید تا بتونید مسیر موفقیت رو درست و بدون مشکل پیش برید. من تمام تلاشم در واقع هدفم این هستش که زنان مستقل ما،
زنان زحمتکش ما، آرایشگران زحمتکش ما، اونها بتونن به اون جایگاه واقعی که دارن بیش از پیش برسن. خیلی ها به جایگاه خودشون رسیدن، مایه افتخار ما هستن، الگوی ما هستن و الهی شکر دارن کمک میکنن به هم دیگه. یک اتحاد خیلی خوبی در جامعه آرایشگری ما الان برقرار هستش که باعث افتخاره و امیدوارم که این مسئله بیش از پیش اتفاق بیفته که تو جهان به قول معروف بزرگ آرایشگری همین اتحادی که ما داخل ایران داریم نمود پیدا بکنه. متشکرم ازت. مرسی از شما. با آرزوی موفقیت واسه همه آرایشگرا، خانم، آقا. ان شاء الله که بهتر کنید. خداحافظ.